با مقصد آماده نمودن داوطلبان برای داخلشوی به مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی در دانشگاه، شعبه تیاری فعالیتی با ثمر به راه مانده است. در سال خانش جاری در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر ناحیه‌های ولایت با ختم کنندگان بهره جلب آنها به کورس‌های آمادگی، ملاقات‌های سودمند جریان گرفته در دانشگاه روزی درهای گشاد دایر کرده شد. گزارش نوبتی ما در این باره نقل می‌کند. در چرابینی روز درهای گشاد که سنه 19 دکبر با تشبث شعبه تیاری دانشگاه تحت عنوان جوانان بالای قد رشد نموی جامعه دایر گردید. طالب علمان از مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر خوجند، چکالov، قیرقم، ناحیه باباجان غفورov، جبار رسولov، سپیتامن شرکت ورزیده از شرایط تحصیل، زمینه‌های مادی تکنیکی دانشگاه و اختصاص‌های مجوزه شناس شدند. چرابینی را معاون رکتور اوید به کارهای علم و اینواتسیا عبدالقهار عاریپوف آغاز بخشیده، اوید به هدف‌های برگزاری آن ابراز نظر نمود. مدیر شعبه تیاری میرزا بهادر کریموف راجع به اهمیت کورس‌های تیاری در آماده نمودن داوطلبان برای اشتراک در امتحانات داخلشوی، سطح و صفت برگزاری مشغولیت‌ها معروضه نمود. در گزارش همچنین اوید به جلب شنوندگان به شعبه تیاری، سهم استادان ورزیده دانشگاه، بهره بلند گردانیدن سویه دانش شنوندگان از روی فن‌های تعلیمی ابراز نظر گردید. در ادامه ملاقات دکانان فاکولتت‌های دانشگاه دوسنتان دلیر تاجزاد، حکیم غیورов، مولوده اسرارова و معاون دکان فاکولته سیاستشناسی به حسابگیری و انداز به سخن برآمده اوید به امکانیت‌های دستاوردهای فاکولته، سمت و تخصص‌های آماده شونده صحبت نموده.